یا رب، عاقبت خاک شود حسن جمالی من و تو. خوب و بد میگذرد وای به حالی من و تو. خوب و بد میگذرد وای به حالی من و تو. قرعه امروز بنامی من و فردا دگری. میخورد تیری اجل بر پر و بالی من و تو. میخورد تیری اجل بر پر و بالی من و تو. مال دنیا نشود صدری رهی مرگ کسی. مال دنیا نشود صدری رهی مرگ کسی. گیرم که کل جهان باشد از آنی من و تو. اویس قرنی از شخصیت‌های بسیار بزرگی که در زمان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حضرت زندگی می‌کردند اما پیامبر را ندیدند. صحابه نیستند ولیکن تابعین هستند. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم از مدینه منوره سین یمن نگاه میکرد، میگو از یمن بوی جنت میآید. صحابگان میگفتن برای چی بوی جنت از یمنه؟ میگو در آنجا شخصیتی که به نام اویس، حضرت عمر رضی الله عنه را گو عمر اگر اویس را دیدی حتما از او طلب دعا بکن که در حق تو دعا کنه. اویس قرنی برای چی اینقدر فضیلت و اینقدر بزرگی برای دست یافت؟ بزرگان میگن به خاطر دعای مادر، به خاطر مریض بودنی که مادرش را مریض بود و بالاخره بسیار نگاهش میکرد، نتونست که به نزد حبیب خدا زیارت بیاید. یک روز از مادر اجازت پرسید، فقط 3 روزه اجازتش داد. اویس یمنی آمد در مدینه اما محمد صلی الله علیه وسلم را نیافت. بازگشت کرد و به یمن رفت. خلاصه اویس قرنی مادر را دعا شگریف به این مقام بالا رسید. هر مرد شتردار اویسی قرنی نیست، هر شیشه گل رنگ عقیقی یمنی نیست، هر سنگ گلی گوهر نایاب نگردد، هر احمد و محمود رسولی مدنی نیست. بر مرده دلان پند مده خشم میازار، بر مرده دلان پند مده خشم میازار، زیرا که ابو جهل لعین مسلمان شدنی نیست. جایی که برادر به برادر نکند رحم، بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. مرا آن روز شادی بود در سر که سر می بود بر زانوی مادر. چرای خانه ما گشت خاموش که مادر نیست
اندر خانه دیگر. چرا خانه ای ما گشت خاموش، که مادر نیست اندر خانه دیگر. آینه صدق و صفا مادر است، آسو و تقوا وفا مادر است. یکی دلت خانه عشق خداست، حجتی آیاتی خدا مادر است. مادر من به تو دنیا را چه کنم، بنابراین برادران عزیز، حبیب خدا گفتن در وصف پدر و مادر، گفتن هو جنتک و نارک. حبیب خدا فرمودند در این حدیث مبارک. خلاصه پدر و مادر برای شما هم جنت شما هستن و هم دوزخ شما، یعنی کلید جنت در دست خود شما، در خانه شماست. یعنی هر کسی که احترامی پدر و مادر داشته باشه انشاءالله که داخل جنت میشه. کسی نداشته باشه وای به حالش. حافظا دیدی که کنعانی دلم به ماه شد، حافظا دیدی که کنعانی دلم به ماه شد. عاقبت با اشک غم کوهی امیدم کاه شد. گفته بودی یوسفی گم گشته باز آید، ولی یوسفی من تا قیامت هم نشینی چاه شد. بعد پرپر شدنت ای گل زیبا چه کنم، من به داغ تو جوان رفتی زی دنیا چه کنم. بعد هر درد دواییست بجز داغ جوان. من به دردی که برو نیست مدوا چه کنم. گفتم که چرا رفتی و تدبیر تو این بود، گفتا چی توان کرد که تقدیر همین بود، همین بود. گفتم که نه وقتی سفرت بود چنین زود، گفتا که نگو مصلحتی دوست در این بود. من آن گلی پرپر شده دستی زمانم، بر سنگ مزارم بنویسد که جوانم جوانم. با مقصد نرسیده به سر آمد سفرم زود، این حادثه شوم کجا بود ندانم. جوان رفتم زی دنیا با هزاران آرزو بر دیل، به زیر خاک کردم
با 200 اندوه غم منزیل. گذرید اگر به خاک من از تازه غم خاری، به الحمد مرا یاد آورید ای محرمان.